چند چیز باعث میشه که اتحاد و همدلی میان مسلمانان جهان و جوانان عزیز ایجاد شود. اولین چیزی که باعث میشه اتحاد و همدلی میان مسلمانان جهان بیشتر شود وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله و سلامه علیه است که مهمترین و اساسی ترین نقطه عطف و اتحاد میان مسلمانان وجود مقدس ایشان است. دومین چیزی که باعث اتحاد و همدلی میان مسلمانان میشه قرآن عظیم الشأن است. الحمدلله رب العالمین تمامی مسلمانان به همین قرآنی که برای فعلا میان مسلمانان است ایمان و اعتقاد دارند. ممکن است در تفاسیر و برداشت ها علما با هم اختلاف داشته باشند، اما به اصل قرآن عظیم الشأن همه باور یکسان دارند. سومین چیزی که باعث میشه اتحاد و همبستگی میان مسلمانان بیشتر شود وجود قبله واحد میان مسلمانان است که الحمدلله تمامی مسلمانان به یک جهت و به یک سو نماز میخوانند و اعتقاد به خدا و معبود واحدی دارند. و همچنین صدها مورد دیگری که کمک میکنه اتحاد میان مسلمانان جهان، اتحاد میان برادران اهل تسنن و برادران اهل تشیع بیشتر شود میان ما و شما وجود داره. و امروزه متاسفانه میبینیم در فضای مجازی صدها شبکه‌ای که علیه اتحاد مسلمانان و بر ضد همبستگی میان مذاهب اسلامی کار میکنن. من به شما جوانان عزیز به صراحت عرض میکنم مواردی که باعث میشه اتحاد و همدلی میان مسلمانان بیشتر شود بیشتر از موارد اختلافی است. پس اگر دوستان هستند که به دنبال تحقیق و جستجو در رابطه با فلان مذهب هستند توصیه میکنم که از منابع دقیق و صحیح بررسی کنید و از علمایی که اینها واقعا عالم هستند و به دنبال اهداف شخصی و اهداف سیاسی نیستند عقاید برادرانتان را بپرسید. انشالله که در پناه خداوند متعال محفوظ باشید. این ویدیو را به دست دوستانتان نیز برسانید و خوشحال میشم که نظراتتان را در بخش کامنت ها برای ما بنویسید. تا دیدار مجدد، خدا نگهدار.